وای این پسرمونو ببینین چقدر چاق شده. از بس چاق شده دکمه‌های لباسش پاره شده و این طرف و اون طرف افتاده. میخواین بدونین داستان این پسرمون چیه و چرا چاق شده؟ صبح یه روز چنگیز چاقالو خوابیده بود و خواب میدید. یه گربه گفت میو میو، ترسوندش و از خواب پرید. دید که کسی خونه نیست، سینی صبحونه نیست. فوری گرفت بهونه، دوید به آشپزخونه. ماست و پنیر، خامه و شیر، هرچی که دید تا تهش خورد و نوشید. آهسته گفت الان وقت ناهاره، دوباره دیزی باره. دست توی دیزی برد و گوشتار رو برداشت و خورد. مادرش از راه رسید، داد کشید و داد کشید. کمتر بخور کوچولو، ای پسر شکمو، میخوری و میریزی، دست میبری تو دیزی. چنگیز چاقالو این ور دید اون ور دید، سرچرخوند و گربه رو دید. زود چرخید سمت مادرش، دوری زدش دور و برش. مامان جونم من نبودم، کار همین پیشی بوده، تا میتونسته خورده، باقی اونو برده. مامان یکم نگاش کرد، نگاه به سر تا پاش کرد، خندید و گفت ای شکمو، نگاه بکن به پیرهنت، جا نداره روی تنت. اون شکمت چی میگه؟ پیرهن داره میترکه، دکمه های بیچاره داد میزنن دوباره. ما دیگه نداریم، رو شکم جا نداریم. ما دیگه نداریم، رو شکم جا نداریم. پسرای گلم یادتون نره نشانه چه چاقالوی ها، مثل همین پسر چاقالو شکمو. نشانه چه ما هم یه شکم گنده داره که از بس خورده دکمه هاش این طرف و اون طرف پریده و این شکلی شده. بهش میگیم چه چاقالو.